سلام. میریم سراغ یه کار راحت ولی پردردسر. اول از همه بیس بومم و یه رنگ قهوه‌ای میزنم، بعد پلاستیک رو مچاله میکنم، داخل رنگ قهوه‌ای تیره تر میزنم و این افکت رو روی بومم ایجاد میکنم که ذره برجسته طوری شه. دوباره همین کار رو میکنم با یه رنگی که یه ذره تیره تر باشه، حالا یا مشکی قهوه‌ای تیره تر، این برجسته ترش میکنه. خوب شد. به نظر من که خیلی جذاب شده. بعد از اون چسب ورق طلا که در واقع همون چسب چوبیه که با آب رقیق شده رو با یه رنگ قاطی میکنم. خودم اینجا زرد زدم، البته که پیگمنت این رنگ زرد خوب نبود و دوباره با یه رنگ دیگه قاطی کردم و ادامه نوشتم با اون زدم. بعد میزنم داخل این نوشته ای که قبلا روی بوم کشیده بودمش. بعدش هم که اندازه های بقیه اون نوشتمون رو میزنیم رو بوم، کامل میندازیم اندازه هاشو و نوشتم. چسب چوبه که با جوهر مشکی قاطی کرده بودم. بعدش هم که ورق طلاها رو بهش میچسبونه، البته 1 ساعتی باید بمونه اون چسب تا خشکه. بعد ورق طلا رو که زدیم روش بازم حدوداً 1 ساعت باید بمونه تا اینم خشک بشه، وگرنه کامل نمیافته. کامل وقتی میخوای برش داری جاهایی که نباید برداشته میشه و اون تمیزی کار از بین میره. و در نهایت اینم از این. چطور شد؟